بلیا خیریته خوبه کجا مشاغل بیار من بلیا مثل که برفتم گفتم بازار میرم چون برات سامون مثل گرفتم کار خدمتی بود هم یک کرسی ماست ما کرسی ها این کوبرا را ما دیگه کسی نمو هسته اونه همین خب بلیا این چند قیمت از اینه او بلیا کوبرا را ما او خب کلون هم هست برای ما فکر دیگه اونا دلیزای دیگه ما دلیز خواهیم دیگه این برا را ما چوب بنوشه خب بسیار کرسی محکمه که ایتا موتر علو از این تیشه اخم نمیکنه این برای شما برا را ما 2,500 روپیه خیلی ها 2,500 روپیه کرسی باور کن بدم دروازه قندار خب آه بدم دروازه قندار همه کرسی ها بیترین کرسی ها به 700 میدن خب اونا برا را من به یک بوتی نسواری هم میدم خب گپ شما صحیحه به دروازه قندار اونا رو بری بخیر مگر تا به سرا بیاری نصف چوکای را برار شما دنبال شما چوکای جمع کن میگم من یک چیز دیگه به شما بگم باز همین پیار شما ما مشاغل که هست رفیق منه بسیار خوب همیشه وقت ما هر کاری داریم با خونه کارون نجاری داریم میایم به دنبال اینا مگر شما مراد ما رو بکنین دیگه راست میگه دیگه یار برار من چند ما شما بگین این از من مال 700 نمیگم یک دو نظری پاک کرده بستم خب خیر 15 حساب کنه بیشتر دیگه نمیدم مثلا شما حق دارم همسایه‌داری بشی رو دارد میخوره دیگه همین یک دو نظری خدا بده برکت خیر بینی تشکر سلام برسونیم ما مشاغله کی ما مشاغل پیر خوب بابا چشم خدا حافظ خوش دل جمع باشی می باور کنی خوب بله شما این تباراش این خوب بیت جفلقت بالی از اوار جیمو امشالله نمیشکنه نه خوبه دیگه آه سلام علیک. بله گیلک. شتنی جانجوره خوبی بخیری. شکر فضل خدا تراشه هست گیلک. تراشه. من چنده؟ 40 یک دقیقه دور میخرم من چنده؟ 40 با من سیری به خدا پیار تا قرارداد داریم ما برار مال زمستون آخه من میفهم قرارداد داری به تموس سرخ که عرقا کل مهدم مثل کلمند به خیری بری میریزه حال زمستونه چی رو چپاول میشه تو میبینی من میدی کل ما تراشی زیتی باشه یار من سیری به حساب کو بگیر بله من سیری به حساب چنه نه خب قرارداد داریم ما خود پیار تو کجا پیار تو کجا پیار من برفتم برای سامون ها ما خود پیار تو قرارداد چند من می از یک از چند من میشه من چه روپیه من 30 روپیه دیگه من 30 روپیه یک من 30 روپیه یک من دیگه 30 روپیه 90 روپیه 60 روپیه دو من 60 روپیه سمن 90 روپیه سمن 90 روپیه دو من دیگه 90 روپیه چند میشه 5 من 5 30 روپیه چند میشه 5 30 روپیه 150 روپیه 150 روپیه 5 من دروغ نگی که پیار مگی بیای پست تو میکنم دروغ بگی نه من چی کنم حرام میشه بگی 5 من بده گونی داری گونی تو نوردی نه همین گونی ها خودم میارم پس دستاف هده استالار زاده بشکنه گردن و حروم زاده ایش 1150 روپیه پیار موگا و تلانیه روجی به تو میدم شرطی میشم بیاری یا اونه بار آورده از اون دیگه جا که کمونو میکشم اوه چه عباس اگه یک دونه کارفرمان با داخل بوجی خونین دخته بشی دیگه باز گله دیگه برطرفه فقط تماشا کن
کجا میکشی بیا بکش. آره ورده برای من ببر بمیده کن پالو بگو گیلک گفته بینا رو بکشیم. پای من. دل دردمنده مرا نبود بی تو دوا. سلام. بله. برو کمک نون نخونه برده بیار بده. نون. آره. بابا این تخته از ایرم قد تزیر بگیریم. تیار برو. بابا. دستلا فلست الارزاده بشکنه گردن عرومزاده. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. 1000. این 35 ریپیه. 1000 چیه؟ 1000 کرسی دم داره با فروخت و معذر ریپیه. 150 ریپیه هم عباس پای من چند میدادم عباس؟ با عباس من 30 ریپیه. 30 ریپیه. پای من تراشه بردک. خب. پای من تراشه اونی 150 ریپیه. این درسته. خب 1000 ریپیه چیه؟ کرسی مرتبه بفروختم. کدی کرسی؟ همه کرسی کلون دلیزی. با چند دادی؟ 1000. تو بد کدی که دادی؟ چرا؟ او 2500 به قیمت تو 1000 ریپیه دادی. به کی دادی؟ ایدول برد. بده. کلای بده دست کرسی رو بیار بده. 2500 ریپیه 1500 ریپیه تن تخته برده. بابا به خدا کو زحمت نه کو روزگار نه. بابا گدونه 700 به دروازه قندار میدم. بابا جان او کرسی ها که 700 میلیون مگه تخته را مگه مرتکه جمع کن. بده برو برو. تس. بابا بعد مرتکه. چی بعد 2500 ریپیه قیمت نه. برو 5 سال میشه میده کن کار میکنی. همون عقلتو نکشی. کمی کرسی چند تخته برده چند زحمت کشیدم بالیو. نه با من نبگین دیگه که شما 1000 ریپه مصرف تو داره. چرا بدی به 1000 ریپه؟ بده برو زود استادات که بری بیاری. بده. بگو نبده به 1000 ریپه. برو 2500 ریپه قیمت رو بگو من 2500 ریپه بده که نمی کرسی بده برو. از این مقدار پیشو. کله خراب. خوبه دیگه دیگه خوب کار میکنی به متأسفانه. این دیگه اشتادم نافهمی بیده. با به این مفردن خوب جراریم که بیای با مفرد داریم بباریم 2500 ریپه کرسی قیمت نه تو میای به 1000 ریپه بر میداری میبری. و اگه نافهمیده تو که فهمیدی بیده کاکا. همون در فکر میکنی؟ گردنم بند باشه امسال زمستون بیه تاقا پاک میلم بسید بینا چیه ایتنه مثل که استقون آدم بچوری اینا رو میته بچوریده تلیزا بله یه لکو بچی بابا شاگل خوبی که جان خیریته؟ انداره باشین خیلی ساعت خوبه جان چه کار اینا چیه؟ پولا کرسی پولا کرسی نه چه پولا کرسی و کرسی از شما بخیر و پولا چیه دیگه؟ پیهر میگفتن که این کرسی 5 تا 5 سدیه 2500 قیمت اینه شما سرم شیره میلیدیم از دبه خیلی چرب کردیم انا کرسی مال بدن من میبرم البته تو به چی نداره میگه که ما سر شیره بمونم کاکا جان او تاگی بگی که ما کته شدم نه به چی نماجگه بگی پولا برو بخیر ما برو واقعا دیگه شهر ایت که هر کسی چیزی بخرابیه و پاس بده برو پاس بده که گلا من نفهمیدم یا سر شیره ملیدیم برو کاکا برو بخو کجا برو کرسی بده من از تو بخریدم با چی نادونم نبری که تو نفهمی بگم تو بزیده تو بزید ما خدای تو بزی هم میخوری بشی ما مایلا کنه گفتم میگم که برو برای کار خدا پیهر من حساب نداره پیهر من آدمی هست که خوب او به روز 10 اصلت مدر منت بدون گپ سخن میگه چای بیار چایای اخ میاره میزنه به پیاله به فرق سریو ما از این میترسون که خودی تیشه میای میزنه به فرق سر تو خدای نکرده دست گوسالی با ما تیار میکنه اینجا با ما کاکا جان سنگ بیار بغلی بکش میگم سگو چی میگم من به موضوعات خونه شما کارم دارم من از پیار خواهم نترسون من جنسی از تو بخریدم دیگه این خو گپ به کارم داره خب ما اگه بیاقلی بدون مل بزیدی گپ دیدیم
این به جمع کینه که من گپ دادی تو به چی نادون گپ بخوری کاکا جان؟ ها امال تو 100 روپیه بده به ما بگو خور از این بالخونه من نام اندازم بگی گپا نزن بگی تو بگی پولا بگی تو اینا انا بگی اکثری رقم موبایل بگی انا 11 سال برو قبول خوش باش چی نمی ابد تو هست 5000 پول به شما بدم 15 صد دگم بده لالا جگر من کرسی را از تو بخیرم استدیرم به خاطر تو میگم تو 10 سال سرگردون شدی برو کرسی من بیار کرسی ما بیار نیام جگر برو من اشتباه فهمیدم من نفهمیدم من به چی نادونیم نمیفهمم من اصلا تچک 10 تخته کم دارم خب برو کاکا جگر برو باز بیا من خود پیار تو گپ میزنم بگی برو خودی پیار من خود این پیار تو ما مشاهده بگیره بیا باز برو من بیام خود اینا گپ میزنم کرسی رو بردار برای بابا جان تو پولا ورده برو بده دست نبری من میان دیگه بله کجا برم بده دست بدم یا بیشتر بده یا گپ من قناعت دی من قناعت دی اونا میفهمی بیار من میذارم بیار من میزنم از تو دواداری بر بزنم تو نام لیست کرد دوادار میان بریم بخوری درد